ویدئو عجیبی که میبینیم از دل خونه ای هستش که به نظر نمیرسه ساکنین اون تنها باشن. مردی که تو تصویر میبینیم درگیر اتفاقات ترسناک و عجیب زیادی شده. صدای کوبیده شدن در همراه با خشم عجیبی شنیده میشه. صدا به قدری عجیب و وحشتناکه که هر لحظه انتظار داریم کسی پشت در باشه، اما چیزی نیست. تصویر دوربین مداربسته جلوی در بیرون خونه رو میبینیم. با دقت که نگاه کنیم سایه سفید و مبهمی برای چند لحظه در تصویر ظاهر و ناپدید میشه. انگار چیزی در کمینه، چیزی که نمیخواد دیده بشه. روز بعد باز صداهای عجیبی تو خونه از اتاق کار شنیده میشه. مرد به سمت اتاق میره، اما به محض ورود میبینه صندلی میز به طرز عجیبی میچرخه. انگار کسی یا چیزی روی اون نشسته. مرد به سمت صندلی میره. به آرومی اونو میچرخونه، اما بعد از این کار ناگهان در اتاق با شدت بسته میشه. تو تصویر بعدی از این خونه عجیب سایه‌ای سیاه میبینیم که سگ مرد هم متوجه حضور عجیبی شده و پارس میکنه. اتفاقی عجیب تر، مرد تو آشپزخونه دوربین خودشو به سمت دری گرفته که خود به خود باز میشه. Hey buddy, I got too much going on. You gotta cut it out. Oh shit. Okay. Just gonna set it up. Paper towels. با اینکه مرد در رو میبنده بازم باز میشه. این اتفاق پشت سر هم تکرار و تکرار میشه. انگار کسی یا چیزی نمیخواد در بسته بمونه. اما سوال اینجاست، او چیست؟ تصور کنید تنها در خانه هستید. از اتاق دخترتان صدای عجیبی به گوش میرسد. به سمت اتاق میروید. نزدیک در که میشوید ناگهان در بدون هیچ لمسی خودش باز میشود و ناگهان کشوهای میز یکی پس از دیگری شروع به باز و بسته شدن میکنند. انگار دستی ناپیدا در حال بازی با ذهن شماست. نفستان سنگین تر شده و درست همان لحظه صدایی میشنوید. صدایی غریب، صدای زمزمه هایی که گویی ارواح قدیمی از گوشه های اتاق به سمتتان می آید. یکی از عجیب ترین ویدئوها. این مرد در حال ضبط ویدئو از خودش بود که ناگهان با صدای عجیبی از پشت سرش روبرو میشه. تو اتاقی که بود ناگهان در بسته میشه. به سمت در میره. در رو باز میکنه، اما خبر نداره که این فقط شروع زنجیره ای از اتفاقات ترسناکه.
وقتی به سالن میرسه، لوسری که به سقف آویزونه به شکلی نامفهوم شروع به چرخیدن میکنه. مرد با وحشت به اطراف نگاه میکنه اما چیزی نمیبینه. چراغ یکی از اتاقها روشن و خاموش میشه. همه چیز سریع و غیر قابل توضیح اتفاق میفته و با هر لحظه تنش و وحشت تو فضای خونه بیشتر و بیشتر میشه. وارد آشپزخونه میشه، چراغ رو روشن میکنه. ناگهان قاشقی به طرز وحشتناکی از کابینت به سمت زمین پرتاب میشه. هنوز از این شوک بیرون نیومده که میز وسط آشپزخونه به طور ناگهانی شروع به حرکت میکنه. انگار یه نیروی ناپیدا میزو به سمت کابینت ها هل میده. ویدئو بعدی مربوط به زوجی است که به خانه‌ای در اعماق یک جنگل نقل مکان کردند. همه چیز از زمانی شروع می شود که اش در حال فیلم برداری از همسرش پیتر و گربه‌شان بود. Yes. Oh. Can I do one more? Sorry. Maybe just one? Okay, alright. Why is she like this? ناگهان صدای عجیبی از بیرون خانه شنیده می شود. صدایی که غیر قابل توضیح است. Did you see anything? No, there's no one out. هر دو نفر به بیرون می روند تا منبع صدا را پیدا کنند، اما چیزی نمی بینند. پیتر مشکوک می شود که شاید کسی قصد اذیت کردن آنها را دارد، اما هرچه فریاد می زند پاسخی نمی شنود. Is anyone out there? This isn't fucking funny! Pete, don't go that far. Come back If I see inside. you, I'm calling the goddamn cops! Come back inside. Come on. Seriously. Tired of this shit. No. پیتر که از این صداها کلافه شده است تصمیم میگیرد یک دوربین مداربسته نصب کند تا بالاخره بتواند بفهمد چه اتفاقی در حال رخ دادن است. اما آنچه که بعداً در ویدئو ضبط می شود فراتر از تصورشان بود. یک شب در حالی که به خانه باز میگشتند، صدای آزاردهنده جیغ دوباره از میان درختان بلند می شود. پیتر و اش با موبایل هایشان شروع به ضبط ویدئو می کنند و با جسارت به سمت منبع صدا قدم می زنند. اما با هر قدم صدای جیغ نزدیکتر و وحشتناکتر می شود. در نهایت ترس بر آنها غلبه می کند و با عجله به سمت ماشین برمی گردند. اما این پایان ماجرا نیست. وقتی به خانه می رسند صدا باز هم ادامه دارد. What's going on? I hear something out there. I'm just gonna see. Hold on. Stay away from the windows. What is? What is that? چیزی عجیب و غیر انسانی را می‌بینند که در حیاتشان 4 دست و پا به سمت پنجره می‌آید. موجودی که مانند انسان است اما حرکاتش بسیار غیر طبیعی و ترسناک. با سرعت به سمت آنها حمله ور می‌شود و دوربین به یک باره قطع می‌شود.
گاهی آنچه نمیبینیم ترسناکتر از چیزی است که در برابر چشمانمان ظاهر می شود. اگر این داستانها شما را به فکر فرو برده، فقط تصور کنید چه چیزهایی هنوز از نگاه ما پنهان مانده‌اند. منتظر ویدیوهای بعدی باشید. شاید روزی شما هم با چیزی فراتر از این دنیا روبرو شوید. تا آن زمان مراقب سایه‌ها باشید.